اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست دارید صبح چشم وا کنی کی نباشه؟ میگفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم وا کنی کی نباشه مقابلت؟ میگفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان ملعون اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی؟ اهل کفر. میگفت این پیغمبره. همینجوری از معاویه سوال کنید علی، از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه او کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست که ایشون به نیابت از بقیت الله الاعظم پرچم رو دوش گرفته؟ اگر دنبال حقیت برای اهل فهم، برای اهل دقت، العاقل یکفی به اشاره.